یعنی یک کیک لوتوس با فیلینگ لوتوس درست کنیم. اول آرد و الک می‌کنیم، بعد بیکینگ پودر و پودر قهوه و بیسکویت پودر شده رو اضافه می‌کنیم، میریم سراغ سفیده تخم مرغ. سفیده تخم مرغ رو فرم می‌دیم تا سفید بشه، کم کم نصف شکر دستورمون رو اضافه بعد با سرعت بالای همزن هم می‌ذاریم تا زمانی که از ظرفمون نریزه. زرده و وانیل و شکر رو می‌ذاریم تا کاملا هجین بشه، بعد روغن مایه و شیر رو اضافه می‌کنیم. در آخر هم کرم لوتوسی که مقدار معماری کردیم که نرم بشه رو اضافه می‌کنیم. بعد مواد خشکمون رو یک سومش اضافه می‌کنیم، با همزن دستی می‌زنیم. به همین صورت نصف سفیده رو با همزن دستی می‌زنیم. دوباره یک سوم مواد خشک رو با همزن دستی اضافه می‌کنیم. مابقی سفیده و آرد رو دیگه با لیستک اضافه می‌کنیم. به صورت دورانی هم می‌ذاریم که پف سفیدمون دیگه نخوابه. مواد داخل قالب 20 سانت با کاغذ روغنی می‌ریزیم، داخل فر 160 درجه قرارش میدیم. بعد از پخت اجازه میدیم کامل خنک. برای مواد میانی پنیر خامه، خامه صبحانه، بیسکویت پودر شده و کرم بیسکویت رو کامل با هم مخلوط می‌کنیم، می‌ریزیم داخل قیف. خامه قنادیمون هم حدوداً یک ساعت زودتر از فریزر خارج کردیم، داخل یخچال گذاشتیم تا شبیه ماست سفت باشه. با سرعت بالای همزن می‌ذاریم تا کامل فرم بگیره. کیکمون رو به 3 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. یه مقدار از فیلینگمون رو روی تخته کیک می‌ذاریم، لایه اول کیک رو قرار میدیم. با کرم بیسکویتمون اول روی کیک رو پوشش میدیم، کاملش رو صاف می‌کنیم. بعد یه لایه خامه قنادی روش می‌ریم، اون رو هم صاف می‌کنیم. برای لایه میانی میتونیم فقط از کرم بیسکویت استفاده کنیم. کامل که صاف شد، لایه بعدی کیک رو می‌ذاریم، به همین صورت کرم بیسکویت، خامه و لایه آخر. برای خامه کاور کیکمون من حدود یک قاشق غذاخوری از فیلینگ کیک به خامه قنادی اضافه کردم. خامه داخل قیف ریختم، دور تا دور کیک رو کاور کردم. با استفاده از یه پالت اضافه خامه ها رو از دور کیک می‌گیریم. بعد با قیف روی کیکمون رو خامه می‌زنیم، با استفاده از همون پالت اضافه خامه رو می‌گیریم و خاممون رو صاف می‌کنیم. هر جای کیکم که خامه نداشت دوباره با قیف خامه می‌زنیم. با کاردکمون کامل صافش می‌کنیم، به همین صورتی که داخل فیلم می‌بینید. برای تزیین روی کیکم با همین کاردک روی کیک کشیدم، صفحه گردون رو چرخوندم تا زمانی که طرحی که خواستم روی کیک بیفته. در آخرم با فیلینگ کیک که داخل قیف ریختم یه سوراخ ریز کردم، روی کیک رو تزیین کردم. میتونی از پودر بیسکویت و بیسکویت هم استفاده کنی.